فرزندان ازبکستان صاحب استقلال امروزها با موفقیت‌های کلان خود عالم را ضبط می‌کنند. از سنه 30 اپریل تا 5 می سال روان در یکی از دولت‌های ترقی کرده جهان، اسپانیا، خواننده صنف دهم مکتب رقم 39 ناحیه سمرقند، عضو محفل برکمال اولاد ناحیه ابوبکر سیف‌الله‌یف در جشنواره بین‌الخلقی زیبایی‌های کاست براو اشتراک کرده از روی سمت صنعت عملی سزاوار جای یکم گشت. ما از سال 2015 سال محفلی کندکاری شعبه در مکتب تشکیل کردیم. غیر از درس تکنولوژی 5 سال باز با مسابقه‌های ولایتی و ناحیه‌ای و حتی جمهوری اشتراک کرده جاهای 1 2 3 گرفته آمده استادیم. من امروز میسر گردیدم فستیوال‌های جهانی به اشتراک کردم و از آن جمله من شاگردی نغزیمان از درون 250 نفر خواننده ها یک تا من همین ابوبکر ما امروز جای اول گرفته آمد و شان و شرف مکتب و ناحیه و ولایت و جمهوری نزدیک دیگر دولت‌ها با بیرقش برداشته بلند کرده آمد. با این مناسبت چند پیش در مکتب نامبرده مراسم پیشوازگیری متنتن این خواننده مکتب برگزار گردید. من خیلی خرسندم که از مکتب مایان هم خیلی خواننده اقتدارناک برآمده است. این البته موفقیتی بتون جمعیت، موفقیتی محله اندیجانی می باشد که ما با این خواننده ها می فخریم. در مکتب مایان خواننده های اقتدارناک خیلی بسیارند. در آینده ما البته کوشش میکنیم دیگر خواننده هم در موفقیت ها بسیار رسند. در چاره‌بینی حاکم ناحیه سمرقند سراج الدین عثمانوف، راهبران سکتورها، فعالان جماعتی، ساکنان محله اندیجانی و استادان و خوانندگان مکتب اشتراک کردند. در آغاز حاکم ناحیه به سخن برآمده درباره داده شدن امکانیت و شرایط‌ها به جوانان، اینچنین در مرکز دقت حکومت و سروری مملکتمان بودن ساحه تعلیم خلقی ایستاده گذاشت. آخرgi vaqtda aynan shu maktabga juda ko'p va katta e'tibor berilmoqda. Juda ko'p sinfxonalar ta'mirlandi. پسان با ابوبکر سیف‌الله‌یف که در محفل کندکاری چوب تحت راهبری آموزگاری با تجربه منصور نوروف سیر و اسرار استادان ماهر کندکاری سمرقند را آموخته می آید، نشانه فخری تحفه های خاطرمان سپاریده استاد و شاگرد را با جامه زرین سرفراز گردانیدند. امروز در مرکز برکمال اولاد 1670 نفر بچگان کسب، هنر و تعلیم میگیرند. موفقیت سیف‌الله‌یف ابوبکر نه فقط ناحیه سمرقند آبرویش بلکه سمرقند ولایت برکمال اولاد عموما همه مکتب باشه این موفقیتش حساب می شود. خیلی خرسندمان میخواهیم که در آینده باز طلبه ها ما دنیای ضبط کردند. من ازبکستان بیرقش بلند برداشته مدنی میراث ما دنیا به نشان دادن به ما حرکت میکنیم. در صحبت با ما ابوبکر سیف‌الله‌یف گفت که در آینده هم نازکی های کسب بابایی و پدری را خوبتر صیقل داده استای کلان و ماهر می شود. دولت اسپانیا شهر بارسلوناش رفتم. اونجا با انچگک دوست زیاد کردم. 11 دولت کارش دیدم و یا که فکر المشکا کار المشکا خودم با غایه اوایو کیتا اومدم. اشتراکچی مول بود. 250 تا بچه 11 تا دولت رفتگی بود. من درش کفچه ساختم. کارم دیده گذاشته رفتم. من هیچ öyle که نبودم. یکم میگیرم گفته. من سیم سلوله. من بابا کلمم بابام usta من خودم من usta شدم. آینده با حرکت میکنم. من هنری با ما هنری من استادم گفته دوام میتیم. ما نیز با ابوبکر و همسالان او که امروزها با دانش و مهارت خود دنیا را ضبط کرده ایستادند کامیابی، آمد و ظفرهای نو می‌طلبیم.